اینجا گرد هم آمدند تا بر بیبندوباری و بربریت نبگویند. شهروندان ولایت فاریاب از 3 روز به این سو به جاده ها ریختند تا به عملکرد زشت باند عطا در ولایت بلخ پاسخ مدنی و دندان شکن بدهند. این معترضین اهانت به تصاویر معاون اول رئیس جمهور را نه تنها اهانت به رهبری حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و ترک‌تباران کشور می‌دانند، بلکه تاکید دارند که پایین آوردن تصاویر معاون اول رئیس جمهور در ساحه تحت حاکمیت حکومت در حقیقت پشت کردن به دولت مشروع و زیر پا کردن قوانین نافذه کشور می باشد. زنده‌باد جوانان فاریاب! جدید فاریاب دیگیتلره! Biz ne zalimlerdi mukabelige toplayıp! Mutsakabız! Yaşadı dostum baba! Şahlar selam! Teröristler! در سوی دیگر افرادی قرار دارند که زیر نام تظاهرات و اعتراض مدنی با سلاح‌های سبک و سنگین در جاده ها ریختند. هرچند نیروهای امنیتی در ساحه حضور دارند و می‌خواهند از هر نوع پیش آمد غیر مدنی جلوگیری کنند، اما افراد وابسته به عطا نه تنها اعتنایی به نیروهای امنیتی ندارند، بل مظاهره کنندگان را با خط و نشان کشیدن ها تهدید می‌کنند. اما دیری نمی‌گذرد که این افراد با شلیک به سوی مظاهره کنندگان حمله ور می‌شوند. هرچند نیروهای امنیتی می‌خواهند مانع آنها شوند، اما تلاش نیروهای امنیتی ره به جای نمی‌برد. در نتیجه این درگیری یک طرفه 1 تن شهید و 4 تن دیگر زخم برداشتند. مظاهره کنندگان اعتراض مدنی و صلح‌آمیز را حق مسلم تک تک شهروندان کشور می‌دانند، اما تاکید دارند باید اوباشانی که می‌خواهند بی‌بندوباری و بربریت را در ولایت کشور حاکم نمایند از سوی حکومت مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. تظاهرات 3 روز قبل که دیروز هم ما تظاهرات داشتیم، امروز به ادامه آن تظاهرات امروز هم ما مطابق قانون تظاهرات خود را ادامه میدادیم و تمام ارگان‌های امنیتی رسما آگاهی داشتند که ما تظاهرات خود را به صورت مدنی و مسالمت آمیز شروع کردیم، اما اینجا یک تعداد کاسه لیسان و کسایی که خود فروخته هستند و هدایت استاد عطا محمد نور که به او وابسته هستند، اینا به بهانه اینکه اینها هم تظاهراتی داشته باشند با سلاح‌های کلاشینکوف، پیکا و راکت وارد شهر شدند و تمام جوانای ما را به گلوله بستند. ما تقریبا تا الحال 4 زخمی و یک شهید. خواست ما این هست تا کسایی که این اعمال را سازماندهی میکنند، از جمله استاد عطا محمد نور والی دیکتاتور مستبد و انحصارگر بلخ، تا زمانی که این آدم از سمتش برداشته نشود ما این تظاهرات خود را ادامه میدهیم. مردم ولایت فاریاب به خاطر اهانت که حرمت و اهانت به فدوی رهبر محبوب القلوب حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان که در مزار شریف توسط یک تعداد از اوباشای بی تربیه پایین گرفته شده بود و یا هم پاره شده بود، بی حرمتی شده بود، از مدت 3 روز به این سو مردم فاریاب خصوصا جوانای فاریاب به تظاهرات مسالمت آمیز خویش ادامه دادن و امروز هم طبق قانون، طبق
قانون نافذه افغانستان روز سوم مظاهره مسالمت آمیزشان بوده که ادامه میدادن. امروز یک تعداد از او به طرفداری استادت‌های خاین اینا آمدن که بخواین مظاهره کنن که خود ما با چشم سر دیدیم که در جلو مظاهره کنندگان از اونا پیکا، راکت، کلاشینکوف و تانک نیز داشته که ما اسنادم داریم با رنجرهای دولتی با تانک‌های دولتی بالای مردم و مظاهره‌چیانی که مسالمت آمیز مظاهرهشان را ادامه میدادند حمله آور شدند. فعلا هم طبق فرموده جوان با غرور ما 4 نفر زخمی و 1 نفر شهید ما داریم. روز مدنی داشتن به خاطر که اهانت به فوتی جنرال دوستم صورت گرفته بود. همه جوانان رو که شما میبینید هیچ گونه اسلحه به دست ندارن، اما بنابر هدایت استاد عطا محمد نور تعدادی از برادرای جمعیتی ما بالای مردم غریب، بالای کسایی که تظاهرات میکردن فایر کردن، با فایر راکت زدن، با فایر مرمی زدن، اونا اعتراضات ما را برهم زدن. با رنجرهای دولتی آمدن. فعلا 5 نفر ما زخمی داریم، 1 نفرم شهید شده. تمام این دسیسه ها از طرف استاد عطا محمد نور است. همزمان برخی از مظاهره کنندگان عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ را شخص نفاق افغان و حاکم غیر قانونی می‌دانند و از حکومت مرکزی می‌خواهند که هرچه عاجل وی را از حاکمیت بلخ برکنار نموده و باندهای وابسته به وی را به پنجه قانون بسپارد. یک شهید و 5 نفرم زخمی مراجعه کرده که وضعیت زخمی یکش زیر عملیات است فعلا و 4 زخمی دیگه اتمامات گرفت. دایره قلب زورات قلب شده کلات بدی bizde sanayini eşiği eşitmedi bizde. Sanayini eşiği eşittiği vakten ben bir grup mardım geldi hammasi roket pika qo'liga. Sonra birdan bizani damimizga chiqib shu gadurib roketdan andoq qildilar. Bamidiga kim beradi dasturi bularni Tuni Naqshamdan eshitdik biz ki bularni dasturi Janrol Poriq dedilar musallah Tuni Naqshamdan beri 200 mil 300 mil salot avzi qilib musallah nima qilib yotibdi ketmaylar dedi. Bizda aytdik mushkul yo'q, bizlarniki sulovimizda biza qo'limizga yo cho'pimiz, tayog'imiz bizda bu narsalar bilan istifoda qilmaymiz, faqat muzohiramizni qilamiz. Bizaniki saloli emas. Shor berib o'tamiz to viloyat teshigacha. Shu holatga edi ki bir bamni istayladilar, keyindan ham roketdan andoq qildilar, norinjak uradilar. Shu holatga sonra zaxmi bo'ldi, boshqasini bilmayman, meni shapoxonaga ketirdi. در نخستین روز تظاهرات در ولایت بلخ عطا محمد نور گفته بود که این مظاهره کنندگان میخواهند امنیت و ثبات بلخ را برهم بزنند، اما ظاهراً این عمالان عطا هستند که میخواهند با زورگویی رویکرد شرم‌آور خود را کتمان نمایند.